آره سروش تو چه کردی با مردم؟ چه کردی با این بچه‌ها؟ می‌بینی؟ واقعا تو اثر خیلی دیدی؟ عمیق بود. عالی بود. من میگم خب کجا الان اجراتون تموم شد آقا سروش عزیز. قربونتون برم. من قربون گلم گفتن شما گل من گفتن شما. خود گل میدونستی که دیگه ها. سروش جان گلی از من بگو خودتون که قربون شما دور همین تموم شد یا ادامه داره هنوز؟ فعلا که تموم شده، حالا تا ببینیم سری جدید چجوری میشه. با مهران شروع میسازی خوبه. آره چرا نه. پسر خوبه درست از بچگی بزرگ شده. عالی. یک بعد این تیپی که الان شما ساختی برای خودت زایده تخیل خودت بود یا از جای الهام گرفتی؟ یعنی نه با هم فکری خود مدیری. سروش جمشیدی رو همه دوست دارن به خاطر اینکه چهره جذاب و دوست داشتنی، کاریزمای خاصی داره و محبوب قلوب ایرانیانه. این کاریزما رو که نفهمیدم ولی ان خوبه دیگه، چیز خوبه. کاریزما چیز خوبیه. تو مایه‌های فوشای مثلا خوبه، مثلا فوش خوبه. نه مثلا دیوونه صمیمی، کثافت مثلا هر چقدر آره. طرف صمیمی‌تره کثافت این کاریزما اینجوری داره. کاریزما یعنی فکر کنم در آینده رسه بچه‌هام بشه مثلا بگه کثافت مامان بیا دیدی تو این مایا